آیا مشکل داری؟ هر مشکلی که هست، آیا آرزویی که فکر میکنی به آرزو نمیرسی مشکل است، راه حلش قرآن برات بیان کرده. استغفار کن. استغفر الله گفتن وقتی ما مداومت میکنیم و وظیفه میگیریم، استغفر الله باعث میشه که آن گیری که ما فکر میکنیم باز نمیشه بازش کنه، و آن مشکلی که فکر میکنی برطرف نمیشه برطرفش کنه، و آن روزی که فکر میکنی نمیرسی تو را برسانه. چی؟ استغفر الله گفتن. نص سری قرآن است، در داستان نوح علیه السلام، سوره نوح علیه السلام علیه تعالی داستانش بیان میکنه، میگه با استغفر الله گفتن نهرها جاری میشه، با استغفر الله گفتن برکت سر زیر میشه، با استغفر الله گفتن الله تعالی باغ‌ها رو به شما بیشتر میکنه، با مال اموال شما را یاری میکنه. پس استغفر الله بکن، فایدهش رو ببین. وقتی که تو وظیفه میبینی استغفر الله گفتن در زندگیت، بسیار چیزا تغییر میکنه. با صدق دل، با اخلاص استغفر الله بکن، با تمام آرزوهایی که داری ان شاء الله رحمان میرسی. با هر مشکلی که داری الله تعالی را برطرف میکنه. با استغفر الله گفتن گناهات برطرف میشه، با استغفر الله گفتن تمام مشکلاتت برطرف میشه. پس همیشه استغفر